عده‌ای در جاهای مختلف دنیا هستن که کارهای بسیار عجیبی که شما از وجودشون خبر ندارید رو انجام میدن و در ازای اون پول خوبی رو هم دریافت میکنن. به کانال سرزمین دانستنی ها خوش اومدید. لطفاً یادتون نره یه لایک به ویدیو بکوبید و دکمه زنگوله رو فشار بدید تا عضو کانال بشید. حالا بیایید با هم بریم ببینیم این شغل‌های عجیب و غریب چی هستن. بغل کننده حرفه‌ای. امروزه تو بعضی از کشورهای جهان شغلی به وجود اومده که افراد توی اون اشخاصی که تنها و کسی ندارن و احتیاج دارن کسی اونها رو در آغوش بگیره رو بغل میکنن. اگه دلتون بغل بخواد و به یکی از این مراکز برید، باید ساعتی $60 پول بدید و فقط برای بغل کردن و حق درخواست چیز دیگه ای رو ندارید. جالبه بدونید که افرادی که این کار رو انجام میدن بسیار حرفه‌ای ان و آموزش‌های لازم رو دیدن و افرادی که تو این رشته خدمت میکنن اغلب خانم هستن. به نظر شما چرا؟ تست کننده غذای حیوانات. اهمیت دادن به حیوانات تو این دور زمونه زیاد شده و صاحب حیوانات میخوان از خوشمزه بودن و مقوی بودن غذای حیوانشون مطمئن بشن. و اینجاست که تستر غذای حیوانات وارد کار میشه. اون غذا رو میچشه و از با کیفیت بودن و خوشمزه بودن اون مطمئن میشه. این افراد غذا رو قورت نمیدن، فقط اون رو میچشن و مزهش رو تست میکنن و بعد میرن سراغ نمونه بعدی. و باید بدونید که این کار بالای $40,000 در سال درآمد داره. تمیز کننده فاضلاب. همونطور که از اسم این کار مشخصه، حسابی چندش و بوی بدی میده. این افراد وارد لوله های فاضلاب میشن و اگر لوله گرفته باشه باید تمیزش کنن و راه رو باز کنن. البته یکی از موضوعات مهم و حال به هم زنی که تمیز کننده های فاضلاب با اون درگیر هستن، توده های بزرگ و بوگندویی به نام فتبرگ. فقط شماره 1 و 2 ما آدما نیست که وارد فاضلاب میشه و مواد مختلفی به اونجا راه پیدا میکنه. فتبرگ هم یک توده بزرگ تشکیل شده از مواد زائد و غیر قابل تجزیه و رسوبات و چربیه که به صورت جامد در اومده و بعضی وقتا میتونه مجرای فاضلاب رو ببنده و این افراد بعضی وقتا مجبورن حتی روزها کار کنن تا این فتبرگ ها رو از بین ببرن. با اینکه این کار خیلی کثیف و بوگندوه، اما خب درآمد خوبی داره. درآمد تقریبی سالیانه این حرفه تو انگلستان حدود 45,000 پونده. مدل برهنه. شاید بعضی از کارها از لحاظ بدنی اونقدر هم سخت به نظر نیاد، ولی خب از لحاظ ذهنی باید خیلی قوی باشید تا بتونی اون کار رو انجام بدی. یکی از اون کارا مدل برهنه بودنه. این که این کار درآمد خوبی داره، اما خب کار هر کسی نیست و خیلی ها از لخت شدن جلوی دیگران خجالت میکشن. درسته که مدل های برهنه دارن کار فرهنگی انجام میدن، اما خب کارشون یکم مثبت 18. مدل های برهنه باید ویژگی های خاصی داشته باشن. قبل اینکه فکر کنید طرف باید حتما خیلی خوشگل باشه، باید بهتون بگم زیبایی طرف در اولویت نیست. مهمتر از همه اینه که شخص باید خجالت نکشه و برای چندین ساعت در یک حالت قرار بگیره تا هنرمندا بتونن نقاشیش رو بکشن. تو خیلی از کشورها این کار رایجه و دستمزدش ساعتی $30 تا $60 که مبلغ واقعا خوبیه. تمیز کننده صحنه جرم. تا حالا به این فکر کردید که وقتی یه جایی یه جنایتی اتفاق میفته و همه جا خون ریخته، بعد از اینکه بررسی‌های پلیس تموم میشه چه کسی میاد و این صحنه رو تمیز میکنه؟ معرفی میکنم تمیز کننده صحنه جرم. این کار هر کسی نیست که بتونه از پسش بر بیاد و طرف باید خیلی دل و جرأت داشته باشه. اگر بخوام براتون خلاصه بگم، این افراد هر روزه چیزایی میبینن و چیزایی رو تمیز میکنن که یه آدم معمولی ممکنه با یه بار دیدنش کارش به روانپزشکی بکشه. قتل، خودکشی، تجزیه شدن جسد بر اثر گذر زمان و موضوعات این چنینی چیزایی هستن که یک تمیز کننده صحنه جرم باید باشون کنار بیاد. درآمد این کار هم با توجه به اینکه یه شغل نظافتی به حساب میاد، ولی رقم قابل قبولیه و این افراد سالانه $56,000 درآمد دارن. بو کننده زیر بغل. این افراد برای کمپانی‌های تولید اسپری و مواد معطر کار میکنن و وظیفه‌شون کنترل کیفیت محصوله. اما خب جوری که کنترل کیفیت انجام میشه یه مقدار ناخوشاینده. این افراد کل روز رو توی اتاق سپری میکنن و زیر بغل افراد رو بو میکنن تا ببینن اسپری یا رول زیر بغل کارش رو انجام میده یا نه.
این افراد بعضی وقتا باید تا 60 تا زیر بغل رو بو کنن و بعد گزارش خودشون رو بنویسن تا کارخونه محصولاتش رو بر اساس گزارش اونا بسازه. برای این کار یه حس بویایی قوی و توانایی تحمل بوهای بد لازمه و این کار سالانه بیش از $50,000 درآمد داره. جوشیدن زهر مار. زهر مار برای خیلی چیزا استفاده میشه، مثل مامانم که بعد حرف زدن من میگه. اما خب مهمترین اونا در کارهای پزشکی و یا تولید پادزهره. به همین خاطره که درخواست برای زهر مار خیلی زیاده. افرادی هستن که مارهای بسیار سمی رو تو دستاشون میگیرن و با تکنیک خاصی زهر اونا رو خارج میکنن. این افراد با گرفتن زهر مار زندگی بسیاری رو نجات میدن، اما خب زندگی خودشون همیشه در خطره. اونا باید افراد تیز و زرنگ و توانایی باشن، چون یه اشتباه کوچیک میتونه به قیمت جونشون تموم بشه. اما خب حقوق بالای $5,000 در ماه این افراد رو تسلا میده. هول دادن مسافران مترو. ژاپنی ها یکی از وقت‌شناس‌ترین مردمان دنیا هستند. تو ژاپن برای اینکه همه سر وقت به محل کارشون برسن، دولت افرادی رو استخدام میکنه تا مسافران رو به داخل قطارها هول بده و تا جایی که ممکنه افراد بیشتری سوار قطارها بشن. اونها از 7 تا 9 صبح کار میکنن و ساعتی $10 درآمدشونه. عذرخواهی کننده حرفه‌ای. برای بعضی از مردم عذرخواهی کردن کار ساده‌ای نیست، اما برای بعضی‌ها کار بی‌ضرر و خیلی آسونیه. اگر شما عضو دسته دوم هستید، میتونید یکی از عجیب‌ترین شغل‌های دنیا رو انتخاب کنید و به کار مشغول بشید. تو ژاپن شرکت‌هایی هست که به شخصی که میخواد معذرت‌خواهی کنه، یه عذرخواهی کننده حرفه‌ای معرفی میکنه. اون شخص اگر بخواد معذرت‌خواهی از طریق تلفن یا ایمیل انجام بشه، باید $95 بپردازه. ولی اگر بخواد این کار رو در رو باشه، باید $200 پرداخت کنه. بدلکاران غذا. حتما تو بعضی مسابقات دیدین که شرکت کننده ها رو مجبور میکنن تا حشرات بزرگ و زشت رو بخورن. اما خب تولید کننده های این برنامه همینطوری بیگدار به آب نمیزنن و قبل اینکه این حشرات رو به شرکت کننده ها بدن، بدلکاران غذا رو استخدام میکنن. این افراد حشرات زنده رو که اغلب وحشتناک و بدمزه هستن رو امتحان میکنن تا مطمئن بشن ضرری برای بدن انسان نداره. اگرچه این کار ریسک زیاده، اما خب درآمدش به ریسکش میارزه و مزه بد دهنو از بین میبره. خب نظر شما چیه؟ کدوم یک از این کارها برای شما راحت و کدومش سخت؟ تو قسمت کامنت به هم بگین چی فکر میکنین. لطفاً برای حمایت از من لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.